دلت پره میخوای فوش بدی؟ من که میگم نده، ولی اگرم میدی معنیشو بده. پدر سوخته روایت های مختلفی هست که بعد از حمله اعراب کسایی که مسلمون نمیشدن و به طرز خیلی فجیعی میسوزوندن و زنها رو به کنیزی میگرفتن و بچه ها رو به کنفتی و نوکری و به اونا میگفتن پدر سوخته. دیوس یه فوش عربی از دیاست تا قواتی میاد به معنای کسی که واسطه رابطه نامشروع میشه. پوفیوزه یوز پلنگ وقتی که یه حیوانی از خودش قوی تر میبینه میترسه و یه گوشه‌ای خودش رو باد میکنه و شروع میکنه پف پف کردن. به خاطر همینم به کسی که خیلی ظاهرش رو آدم قلدری نشون میده ولی باطناً اونجوری نیست میگن طرف پوفیوزه. قرمساق یه فوش ترکیه. قرمساق بوده. قور به معنی حیله و قرمساق به کسی میگن که از طریق حیله واسطه یه رابطه نامشروع میشه و واسه فساد میشه.